سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم که با هم 4 تا کینگ هیروز آنباکس کنیم، ببینیم چی میتونیم در بیاریم. شروع میکنیم با پک هالند، پک سبز، ببینیم چی میتونیم در بیاریم. برچسب بیسیک دی لورنزو، برچسب سیلور لیمیتد پدری، برچسب عالی، کارت ادونس سرخی بوسکت و کارت سیگنیچر میشل پلاتینی. سیگنیچر خیلی خوب. سراغ پک بعدی سوبوسلای، ببینیم چی میتونیم در بیاریم. پرایم شماره 3 آنخل دیماریا پی اس جی، کارت بیسیک انزو فرناندز، کارت بیسیک هاروی الیوت، کارت رویال اشرف حکیمی. رویال خیلی خوب. بریم سراغ پک بعدی صورتی یوشو گواردیول، ببینیم چی میتونیم در بیاریم. برچسب کوپا آمریکای جرزینیو، برچسب بیسیک ادرسون، کارت بیسیک متهوملد و کارت سل فرانس مکنبار. میریم سراغ پک بعدی تیبو کورتوا، پک قرمز، ببینیم چی میتونیم در بیاریم. به زودی هم پکای 2026 میرسه به دستمون. میریم برای آنباکس پکای 2026. کارت بیسیک روبن دیاس، برچسب روبن دیاس، برچسب سیلور لیمیتد جود بیلینگام، کارت بیسیک آلفونسو دیویس و کارت ادونس هینز. ممنون که تا آخر این ویدیو با من بودید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.